دوستان عزیز که با گوشه کردن برای افطار شروع کردیم. نه دوستان عزیز سبزی تیارای پیاز تیارای این جده اینه پور پدر مهربان ما اینه گوشت روز کیلوی گوشت 63 سومون 70 سومون شده. دا فرخوری باشه نه دا فرخور کرده سین اینه پیفروی اوش همه محصولات تیار کردیم. انا که این نوجه دا اون حاضر روغانم میبریم روغانم میگیریم میبریم نختی تر کردگی این ایجا دا همون گوشتا ریزا میکنیم خلادینی دموندیمش یخ کرده خیلی میشه این بکن خوردونا روغانا میپرسیم برای دیگه گرم شدن شاید بعد روغانا خطه میریزیم اینه احسان پایا کشدیسه علومونا اینه گلی 100 بار اینه پیاز دوختی
اینا بچه ما پیش دیگی اوشتا عبدالله جان اوش میخری؟ ها؟ ای بچه جونی ما میخری؟ باش میخری؟ بابوش بگو گوشت بته؟ بگو؟ ها؟ زحمتی راه بابوش بگو گوشت بته؟ فراموش شود خدمتی چاه فراموش شود از کفی خیرمن اگر دانه رود از کفی خیرمن اگر دانه رود تو دهی کاه فراموش شود مهری شب را که سپردن به روز مهری شب را که سپردن عزیز ماشاءالله که از کانت پس مدام میدازیم و بعدا بوم میبینیم که اوش چه خیلی اومده و بوم میتیم علاقه ساعت 6 یک ساعت و 20 منت دیگه مو با افطورا توچکوتا دمش میدازیم فراموش شود مددی شاه فراموش شود حواسی زندگی در درگاه اینا خودم اومد اینی گل اومدن در قشلاقش اینا زیانی مرا نگاه گوه باش تو بوده شد فراموش شود زحمتی راه فراموش شود خدمتی شاه فراموش از کفی خیرمن اگر دانه رود از کفی خیرمن تمام از میتونم با پیش تماشاگران سامانه رحیم صدر و باز یک بار دیگه ماه شریفی رمضان و هر یک شما مبارک باد باشد اینک دهه یکم علاقه گذشت دهه دوم رفته دوستان عزیز ما خواستیم در ناحیه فرخور در کشور یک پوشچه کنیم پوشچه برای مردم انم تراکتوریا خداوند خیر ما را در نامه عملش قبول بگردانه و از اول تا آخر برای چیزی که کردن که خواستیم که مردم غریبی که بسیارش نمیتونستن اوش چکل تیار کردن و چکل تیار کنن برای نام اول تا آخر تماشا کنیم درشان تماشا کنیم که اوش چکل میاد و با حبت دستگیری لایک فدلی سر و نسبت انم ویدیو و انم اوشی اوشکی فراموش نکنیم خدا نگهبان ما را حفظ فرمایید کشلاقکی من بوی چپاتی دارد قشلاقکی من بوی چپاتی دارد شیرینی شیرینی توتی دارد از چوبی درختی بید در هر خانه
گوهاره سبزی ملکوتی دارد ملکوتی دارد در زیر سفیدار بود خاکی پدر در زیر سفیدار بود خاکی پدر در زیر درختی توت خاکی مادر صد دسته گرفتن عزیزانی مرا وای وای بار شیخشتن درختان در بره درختان در بر صد دسته گرفتن عزیزانی مرا مردم غریب بایتون میگم بگو مردم غریب بایتون کو بایتون بگو اکا بار شیخشتن درختان در بری درختان در بر تماشاگران سامانه رحیم پروداکشن این مردم فرخور عین حال ما در 8 خانگاه طرفی سرخوب قرات‌ها قرار داریم اینا در 11 روزی رمضان ماه شریف رمضان همراه پدر و مادر اینا تماشا کردی اینا همه اینا جیانای ما دویدون میسینه دیدی اینا را ایسف میگن ایسف